درود و سلام خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی کانال افغان هلت اند بیوتی. من بازم در خدمت شما دوستان عزیز قرار دارم خد یک ویدیو اطلاعاتی دیگه. در ویدیویی که ما درباره پوکی استخوان ها درست کرده بودیم درباره اوستیوپروسیس، در اونجا به اخر دوستان کامنت کرده بوده که چطوری میتوانیم از پوکی استخوان جلوگیری کنیم. خب اون یک ویدیو اطلاعاتی بود که نشان میداد پوکی استخوان چی هست و چطور اتفاق میافتد. خود بعد از اون ما خواستیم یک ویدیو خیلی کوتاه درست کنم که چی چیزها و چی از چی غذاها باید بخوریم و از چی ویتامین ها باید در بدن آدم کسته همیشه باشه تا پوکی استخوان اتفاق نیفتد. خب این روز هم در خدمت شما دوستان عزیز خدمت از ویدیو هستم. یک ویدیو کوتاه مختصر هسته. البته ما کوشش کنیم که کوتاه مختصر باشه که فقط در اون اطلاعات برای شما بدیم که چی چیزها را از چه غذاهایی باید بخوریم که کمبودی ویتامین هایی که برای صحتمندی استخوان ها کسر نیاز است کمبودی از نار رفع شوه و استخوان های از ما صحتمند باشه و هیچ وقت خلاصه چانسی که و پوکی استخوان مبتلا شویم چانس از خیلی پایین میبریم. خب ما از این ویدیو برای شما دوستان عزیز اطلاعات میدم که کدام ویتامین ها برای صحتمندی استخوان ها برای جلوگیری از پوکی استخوان ها خیلی ضروری است و او ویتامین ها را از کدام غذاها ما فراهم کنیم. لطفا با ما باشید تا آخر از این ویدیو. امیدوارم از چند دقیقه با ما هستید استفاده خوب ببرید و وقتی شما دوستان عزیز به هدر نرود. خب چی ویتامین ها و مینرال ها از پوکی استخوان ها جلوگیری میکنند و این ویتامین ها و مینرال ها در کدام غذاها پیدا می شوند؟ یک، کلسیم. کلسیم یکی از مهمترین مینرال می باشند که بدن انسان ازش برای مختلف فعالیت های بدن مانند فعالیت های قلبی، عصبی، لخت زدن خون، تقویت استخوان ها و دندان ها استفاده می کنند و موجودیتش برای صحتمندی انسان واجبی است. متاسفانه اکثر انسان ها به اندازه کافی کلسیم تغذیه نمی کنند و بدن را مجبور می کند تا از کلسیمی که برای استخوان ها و دندان ها می باشند برای بقیه فعالیت های بدن استفاده کنند که در نتیجه باعث کمبودی کلسیم در استخوان ها شده و در آخر باعث پوکی استخوان ها و ضعیفی دندان ها می شوند. برای جلوگیری از این کار باید به اندازه کافی غذاهای غنی از کلسیم تغذیه کنیم و یا هم از سپلمنت و یا گولی های کلسیم استفاده کنیم. غذاهای غنی از کلسیم کدام ها می باشند؟ یک، لبنیات مانند شیر، ماست، پنیر. دو، غذاهای دارای برگ های سبز مانند کلم بروکلی، کلم پیچ، انجیر خشک، شلغم سبز، خردل سبز. سه، ماهی، سلمون و ماهی ساردین. چهار، بادام و بادام برزیلی و مغزباب. برای تهیه کردن مقدار نیاز کلسیم می توانیم از سپلمنت یا گولی کلسیم که از ویتامین فروشی به دست می آوریم نیز استفاده کنیم. بدن انسان نمی تواند بالای 500 میلی گرم از کلسیم را همزمان جذب کند، پس کوشش کنید تا به مقدار گفته شده توسط دکتر و یا هم از مقدار نوشته شده بر روی برچسب دوا بیشتر استفاده نکنید. سه چیز در بدن و در غذاها موجود می باشند که بر مقدار جذب شدن کلسیم تأثیر می گذارند که باعث می شوند مقدار کمتر کلسیم در بدن جذب شود. وقتی که از این غذاها تغذیه می کنیم باید این نکته را در نظر داشته باشیم. این سه چیز عبارتند از: یک، فیتیک اسید. فیتیک اسید که در بعضی محصولات غذایی مانند لوبیا که به شکل دانه ها و تخم گیاهان می باشند موجود هستند. این اسید می تواند مقدار جذب شدن کلسیم در بدن را کاهش دهد. دو، اگزالیک اسید. اگزالیک اسید که در اسپیناچ یعنی پالک پیدا می شود نیز از جذب شدن کلسیم جلوگیری می کند و به همین دلیل کلسیم موجود در اسپیناچ در بدن جذب شده نمی تواند. 3. سدیم. خوردن نمک نیز مقدار جذب شدن کلسیم را کاهش می دهد. هر قدر زیاد نمک بخوریم همان قدر کمتر کلسیم جذب می کنیم. خب دومین مینرال و ویتامینی که باعث جلوگیری از پوکی استخوان می شود ویتامین دی هست. ویتامین دی یک ویتامین هست که بدن انسان این ویتامین را از غذاهای تغذیه شده تأمین می کند و یا هم در وقت قرار گرفتن جلد انسان در زیر شعاع آفتاب بدن انسان این ویتامین را تولید می کند. ویتامین دی برای جذب کردن کلسیم خیلی ضروری هست و به همین دلیل موجودیت ویتامین دی همان قدر ضروری هست که موجودیت کلسیم هست. پس اگر ما به اندازه کافی کلسیم تغذیه کنیم و اما ویتامین دی ما کمبود باشد هیچ فایده ندارد، چرا که کلسیم را بدن جذب نمی تواند.
پس هر دویشان خیلی ضروری می باشند. درباره ویتامین دی من زیاد اطلاعات در اینجا نمیدم، به خاطری که ما یک ویدیو درست کردیم درباره ویدیو اطلاعاتی درباره ویتامین دی هست. شما اگه خواستین این ویدیو رو میتونین برین ببینین. این ویدیو اطلاعاتی درباره ویتامین دی هست که ویتامین دی چی هست و چطور به دست بیاریم و چی فایده های در بدن آدم داره. اگه شما خواستین میتونین این ویدیو رو ببینین. این ویدیو در کانال از ما هست. دیگه اگر میخواستین درباره حساسیت ها که چی غذاها باعث حساسیت میشود، مثلا اونا چی هست، میتونین این ویدیو رو ببینین. ویدیوی 14 دانه حساسیت هست که غذاهایی رو که ما میخوریم که باعث حساسیت میشه اینها هستند. میتونین ویدیو اطلاعاتی رو در اینجا ببینین در این لینک. سومین چیزی که باعث جلوگیری از پوکی استخوان میشوند پروتئین هست. پروتئین نیز برای جلوگیری از پوکی استخوان نقش مهمی دارد، زیرا پروتئین مینرال های ضروری برای تقویت استخوان ها را فراهم میکند که استخوان ها قوی و صحتمند بمانند. پروتئین در خیلی از غذاهایی که ما تغذیه میکنیم موجود هستند، اما این غذاها بیشتر از دیگر محصولات غذایی دارای پروتئین میباشند. این غذاها کدامند؟ گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند، ماهی، لوبیا، لبنیات. چهارمین چیزی که از پوکی استخوان جلوگیری میکنند فسفرس هست. فسفرس برای ترمیم کردن و ساخت ساز استخوان ها خیلی ضروری میباشند و برای همین موجودیتش برای جلوگیری از پوکی استخوان خیلی ضروری میباشند. فسفرس در خیلی از محصولات غذایی موجود میباشند و به همین دلیل ما نیاز نیست که نگران کمبودی فسفرس در بدن باشیم. خب دوستان عزیز، ویدیو از ما در آخر رسید. از شما دوستان عزیز یک جهان تشکر میکنیم تا اینجا با همراه از ما بودین. ویدیوهای ما را لایک و کامنت کنین و همیشه ما شما دوستان عزیز تشکر میکنیم. هدف از ما همیشه این است که ما شما همه هر چقدر اطلاعات بیشتر درباره صحت داشته باشیم تا بدن خود خوب درست و صحیح مواظبت کنیم تا دچار مرضی نشیم. خدا نخواسته یک وقت اگر مریض شدیم، انسان وقتی که صحتمند است فقط خودت مگه اتفاق در من نمیفته، ما خوب هستم، اما واقعا هر کدام از ما باید که از بدن خود مواظبت کنیم. وقتی که 35 ساله 40 ساله در اونجا ها رسید، آهسته آهسته که کم کم مشکلات ها در بدن آدم شروع شد، او وقت خودت میگی والا کاش که ما در جوانی خنزی کار نمیکردم، یعنی کار میکردم، کاش که ما در سر کار ساختمانی یعنی کار نمیکردم، کاش که ما در کارخانه کار نمیکردم. به هر حال هدف از ما اینمی است که ما هر چقدر اطلاعات مفید در خدمت شما دوستان عزیز قرار بدیم تا شما بدن خود مواظبت کنین. اگر ویدیوهای درباره درد پوست و درد کمر ندید میتونید ببینید و طریقه امنی که سامان را از زمین ورداری سامانهای سنگین چطوری هستن میتونید از این ویدیو ببینید. دیگه ما کوشش میکنیم شما دوستان عزیز اگر وقت کردین ویدیو رو ببینید و لایک هم بزنید تا ما دوستان مو کم نظر تشویق شویم شما دوستان عزیز از این ویدیو خوش اومده. دیگه تشکر که ما را همیشه همراهی میکنین. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدار.